سلام. یک برنامه AI که برای ما تمام کارهای ما را در یک برنامه انجام میشه و برای ما انجام میده. هر تغییراتی که خواسته باشیم، هر ویدیویی که خواسته باشیم بسازیم، برای ما تغییرات ایجاد میکنه در ویدیو، حتی موقعیتش، جایش. هر تغییراتی که ما خواسته باشیم میتونیم ایجاد بکنیم. و یک برنامه است که کاملا رایگان شما میتونین داخلش ویدیوها را بسازین و عکس بسازین. البته از ورژن‌های پایینش و ورژن‌های پرویشان پید هستن و برایشان باید پول بپردازین تا از او ورژن‌ها استفاده کرده بتوانید. ولی این برنامه بسیار یک برنامه کاربردی است که این برنامه جز از گوگل فلو دیگر برنامه نیست. ما در گوگل نوشته میکنیم اینجا گوگل فلو، انتر میکنیم، سایت اول از سر ازی کلیک میکنیم، Create with Flow سر ازی کلیک میکنیم، ما رو میداره اینجا صفحه. اگر شما بار اولتان باشه از شما ایمیلتان میخوای، ایمیل میتین خود لاگین میکنید و یا هم امروی جیمیل لاگین میشین. این صفحه فلو است، گوگل فلو. سر اینجا میبینین که نیو پروژکت نوشته، سر ازی کلیک میکنیم. این صفحه اصلی خود گوگل فلو است. اینجا تمام کاربردهای منوهای مختلف وجود دارد. از هم اولتر میخوایم که در مورد کدام پروژه کار میکنیم. اینجا میم پروژه خدا نامگذاری میکنیم. سر از این سه نقطه کلیک میکنیم، اینجا رنیم یا ویو آرشیو. تو قبلا یک پروژه را ساختی و میخوای سر از این پروژه کار بکنی و ادامه از این پروژه یک اندازه کارش کردی و کارت باقی مانده، میخوای این کار ادامه بدی. سر از این کلیک میکنی، هر پروژه که باشه در اینجا در ارشیو ثبت می باشه، میتونین که اینجا بیای و دوباره سر از او کار شروع بکنی. و در پایین کدام پروژه است نمیخوای یا چندین پروژه است اینجا زیاد است میخوای واره، میتونی که از این طریق دلیتش بکنی و پروژه را نامگذاری میکنی که سر یک پروژه کام پروژه مختلف وجود داره، میخوای اینجا نامگذاری بکنی. هر چیزی که خواسته باشی میتونی اینجا برای نوشته بکنی و اونمون نام پروژه ثبت میشه و سر از این تیک مارک کلیک میکنیم، به اونمون هم ثبت میشه. و در این پایین اینجا را که میبینین سر از این کلیک میکنیم، یک تصویر داریم میخوایم سر از تصویر کار بکنیم یا تغییرات ایجاد بکنیم یا ویدیو را داریم میخوایم سر از ویدیو کار بکنیم، میتونیم که از این طریق اپلودش میکنیم. سر اپلود کلیک میکنیم، اپلود ایمیج، ویدیو باشه ایمیج باشه هر چی که باشه از اینجا سلکتش میکنیم، اوپن میزنیم، برای ما دایرکت در این صفحه میاره. و در اینجا که میبینین این پروژه مختلف است که شما سر هر پروژه کار کرده باشین، در مود تاریخ و در هر ساعتی که سرش کار کرده باشین اینجا براتون سیو میشه. وقتی سر ازی کلیک بکنین دقیقاً امو پروژه را براتون میاره که هر کدامش باشه شما سرش قبلا کار کردین، سرش کلیک بکنین براتون میاره او پروژه را. و در این سرچ میتونین شما یک پروژه است که پروژه بیشتر کار کردین، میتونین که اینجا نامش نوشته بکنین، اونمو را برای شما پیدا میکنه و میتونین که ادامه کار انجام بدین. و این سمت راست بالا رسن که نوشته است، از اینجا ما میتونیم که پروژه مختلف یا پروژه‌ای که فعلا سرش ما کار میکنیم، سر او پروژه که بیشتر ما کار کردیم و ادامه کار سر از انجام میتیم و یک پروژه جدید یا سرش کار میکنیم، یک پروژه سابقه است قبلا سرش کار کردیم، سر از او کلیک میکنیم کلشان برای ما اینجا میاره در لیست. و یک بعضی پروژه‌ای که ما در پروژه مورد علاقه ماست ما سرش کار میکنیم، در سیف کردیم و میریم از اینجا سرش کلیک میکنیم، از اینجا میریم. و در پایین اینجا که میبینیم وقتی یک تصویر یا ویدیو را که انتخاب کردین اپلود کردین، میاین از اینجا میخواین اگر تصویر باشه سر ایمیج قرار میدین، اگر ویدیو باشه ویدیو را انتخاب میکنین. در تصویر اینجا سایزهای مختلف وجود داره که 16:9 برای سایز لندسکیپ یا برای یوتیوب است و 4:3 و 1:1 برای سایت هاست و 3:4 هم برای سایت های برای اخبار ها استفاده میشه و 9:16 که هستی برای تیک تاک، اینستاگرام، فیسبوک در این برنامه استفاده میشه. و در پایین 1 و 2 3 4 اینجا می تعداد او تصویر انتخاب میکنی. یک از اینجا امو پرامپت خود نوشته میکنی یا از یک جای دیگه گرفتی میری اینجا پیست میکنی و اینجا میای ایمیج انتخاب میکنی، سایزش انتخاب میکنی و تعداد عکس انتخاب میکنی.
که 1 تا برات بسازه، 2 تا برات بسازه، یا 3 تا یا 4 تا عکس برات. و در این پایین هم نانو بنانا 2 و نانو بنانا پرو که است، این ورژن پیدش است که وقتی را انتخاب بکنی تو باید برش پول بپردازی، یا مو ورژنای پروش خریده باشی که تو ماهانه برش پول میپردازی و از استفاده میکنی. فعلا رایگانش نانو بنانا 2 است که ما میتونیم رایگان در پایین هم اینجا نوشته است generating values 0 کردیت، که بدون از شما بدون کدام کردیت اگر ورژن دیگهش انتخاب بکنین اینجا برای شما میگه که باید اینقدر کردیت برش بپردازین تا کارتان انجام شود. ولی نانو بنانا 2 که است شما میتونید رایگان استفادهش بکنید. و ما میریم یک عکس از اینجا اپلود میکنیم. به طور مثال اینی عکس ما انتخاب میکنم، سلکتش کردم تا 100% پوره شود، عکس ما اینجا نمایان میشه. 100% پوره شد، عکس ما نمایان شد. این حالی عکس ما در اینجا آمد. عکس ما در اینجا است و سر از ما کار میکنیم. در سمت چپ میبینین کروپ، سر از وقتی کلیک بکنیم ما میایم اینجا سایزهای مختلف برش انتخاب میکنیم. مثلا لندسکیپ برای یوتیوب است و پورتریت است برای اینستاگرام و تیک تاک و فیسبوک میسازین. و این سایز پایین ترش همی برای اخبار و ازیاز. و از اینجا تو خودت میتونی که یک فری فرم برش انتخاب بکنی، فرمی که به اندازه خودت که خواسته باشی او را برش انتخاب میکنی. و در پایین هم دویمیش اینجا باکس است و لاسو است. سر باکس اینجا سر ازی کلیک میکنی، می یک آریا را یک جای را برای خود انتخاب میکنی. در اونجا اگر میخوای تغییرات ایجاد میکنی. اینجا را من سلکت کردم و میایم در پایین هر تغییراتی که من خواسته باشم بر اینجا برش میگم جایی را که من سلکت کردیم در اونجا اینمی چیزا اینی تغییرات هم من میخوایم که ایجاد بکنم. وقتی اینجا پرامپت خود برش نوشتی اما تغییراتی که میخوای در اینجا سلکت کردی میخوای ایجاد شوه اینجا برش نوشته میکنی و انتر میزنی، بعد برات دوباره جنریت میشه و امو تغییرات اینجا نمایان میشه. و این در پایین هم استوری است، در اینجا که هر تغییرات ایجاد کنی کلش برات میاد. و در پایین هم اگر اینجا باز ما میتونیم که اینی پایین ترش هست که ایرا ما سلکت بکنیم، میتونیم که از اینجا ایرا انتخاب بکنیم، رنگش هم هر رنگی که خواسته باشی میتونی انتخاب بکنیم. به توسط از این میتونی که هم اینجا سلکت بکنی، مثلا اینجا سلکت کردی و یا دقیقاً به طور مثال میخوای که ایری شاخ داشته باشد، دقیقاً امی آریا را سلکت میکنی اینطور و میایی بر از اینجا برش می نویسی جایی را که ما انتخاب کردیم اونجا باید شاخ باشد و این شیر اینجا شاخ می داشته باشد. و اینجا تکست هم است، وقتی سر تکست کلیک میکنی تیکی است، سر ازی کلیک میکنی می اینجا یک چیزی را نوشته میکنی هر چی که خواسته باشی و رنگش هم انتخاب میکنی از اینجا در هر رنگی که خواسته باشی، رنگای مختلف تکست دمونمو رنگ نوشته کرده میتونی. و این هم در پالو سایز اندازه دیگه ایش هست که این میتونی سلکت بکنی و هر تغییراتی که در هر جای خواسته باشی ایجاد بکنی. یک لوگو رو میاری یا یک نام رو میاری میتونی که ایجاد بکنی. این عکس هم از اینجا ایره ریموو میکنی. مثلا عکس آمد میخوای که دایرکت چندین عکس داری، سر از این کلیک میکنی اینجا و در اینجا ما این قلبک است با سلکتش میکنی در فیوریت میره. وقتی اینجا کلیک میکنی قبلا که برات گفتم اینجا می این فیوریت سر از این اونمویی که تو در فیوریت خود انتخاب کردی کلش اینجا میاد. وقتی سر از این کلیک بکنی اینجا لیستش میاد در برات نمایان میشه اونایی که تو انتخابش کردی. و دیگه این سه دانه نقطه که در پالوی از این میبینین سر از این کلیک میکنین اینجا انیمیت نوشته است. اینمی عکس اگر میخوای که برای ویدیو تبدیل بکنی سر انیمیت کلیک میکنی و سر انیمیت کلیک کردی باز پایین براش نوشته میکنی که چی رقم ویدیو برات ساخته شوه. اونو پرامپت خودت تیار آماده کردی یا نوشته کردی ایدیای داری. اینی تصویر است ما میخوایم که اینی فرشته کسی باید بپره و این شیرم در پشتش خیز بزنه و ایره بگیره. همچو چیزی که بر تغییراتی که خواسته باشی میتونی اینجا براش بنویسی و برات ایجاد میکنه. اینجا سر انیمیت add to prompt اول اینجا وقتی میخوای انیمیت کنی ایره سر از اینجا کلیک میکنی و add to prompt سرچ میزنی دایرکت اینجا میاد. تو میتونی که 2 تا 3 تا ای شروع یک عکس و ای هم در تعقیب شکل استارت است که اند است. او هم ایرم در زمانی که به شکل ویدیو تو میخوای انیمیت بکنی اینجا بیایی ویدیو. وقتی ویدیو را سلکت کردی او تصویر بود که سر تصویر انتخاب میکردی اینجا می سایز و تعداد عکس. اگر سر ویدیو کلیک کنیم در ویدیو را انتخاب میکنیم فرند
انتخاب میکنیم و بعد از هم سایزش انتخاب میکنیم. برای تیک تاک و فیسبوک و اینستاگرام این سایز 9 در 16 و برای یوتیوب 16 در 9 انتخاب میکنیم و چند تا ویدیو را برای یک تا ویدیو بسازه، از هم یک دانه عکس به یک ویدیو تبدیل بکنه یا به 2 تا ویدیو یا به 3 تا یا به 4 تا ویدیو برای تبدیل بکنه انتخاب میکنیم. ویدئوی بیشتر اگر 4 تا ویدیو رو انتخاب کنی بیشتر کردیت از پیش مصرف میشه، اگر یک تا کم کردیت مصرف میکنی. اگر با یک جیمیل برای تو 150 کردیت میده، تو با 150 کردیت میتونی چندین تا ویدیوها را بسازی. اگر تو 4 تا انتخاب بکنی، به طور مثال در یک ویدیویت اگر 5 کردیت مصرف میشه، 4 تا را انتخاب کنی 20 کردیت مصرف میشه. اون 4 تا ویدیو را در یک قسم برات میسازه. او در دست خودت است که چند تا ویدیو را میخوایی از یک تصویر بسازی، از اینجا انتخاب میکنی. و بیشترین کاربرد دیگری برنامه داره و دیگهش ویدیو خیلی طولانی میشه، من اینجا متوقف میکنم و کاربردهای بعدیش در یک ویدیوی دیگه دانه به دانه برای شما به معرفی میگیرم. برای آموزش ویدیوهای AI و اپ های AI، برنامه های AI، پس کافی است که چینل خودتان رو سابسکرایب بکنین و با ما باشین با بهترین برنامه های کاربردی AI.